ما امروز به یک دهه آمدیم که حتی بعضی از شهروندان، بعضی از آدمان همین ناحیه خودشان حتی این دهه را ندیدند. ما خواهیم امروز کمتر با شما درباره همین دهه گپ زنیم. گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد، گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد. دهه‌ای که می‌بینید یکی از دهه‌های گفتم دوردست ناحیه خراسان میباشد که در دامنه کوه جایگیر است. تا جای ما میدانیم نام دهه قیرغاج. یک دهه در اینجا، یک دهه دیگر در اون طرفتر، هر دوش به هم یک نام. هر دو دهه رو یک تپچه کوه از همدیگر جدا میکنه. گفتم چمنم سینه علاویستان شد، گفتم که کنم حکایتی قسمت خش، گفتم که کنم حکایتی قسمت خش. دهه از مرکز ناحیه و شهرهای دوشنبه بختر خیلی دور است و برای همین نقلیات مسافرکش دارد که در یک روز یک چند بار رفته می‌آید. او امروز تاریخ زنی دهه در جای دوردست جایگیر شده باشدند ولی از آب تنگ‌کسی ندارند. با واسطه شلنگ‌ها از چشمه‌هایی که در دامنه کوهسار است، با واسطه آنها به هر یک خانه این دهه آب آوردند. طوری که می‌بینید این همون شلنگ‌هایی که آبی چشمه را به هر یک خانه استقامتی انتقال می‌دهد. ناگفته نماند بسیاری انسان‌ها برای پیسته استعمال کردن یا پیسته گرفتن با بازار میروند یا اینکه بعضی دیگر با کوه برای چیندن پیسته میبرند. خوشبختانه در این دهه پیسته را، اون درخت پیسته را در زمین‌های یعنی در حولی‌های استقامتی خود میکارند و پیسته حاصل خوب هم میدهد. اینچنین از قوه برق هم یگان مشکلی ندارد دهه. مثل دیگر دهه ها همه وقت با قوه برق تامین است. اینجا مرکزی دهه است که از هر دو دهه اصحاب اهالی کاملا در یک مرکز خوانندگان میخوانند. درباره چند عائله زندگی کردن معلومات پوره نداریم. در حالی که در دیگر دهه ها علف ها خاک شدند ولی در این دشت و بیابان در این دهه حالا هم علف سبز است و بهترین چراگاه برای چهارپای شاخدار و بیشاخ. از یکی از ساکنان دهه پرسیدیم که مغازه هست یا نیست. در دو خانه مغازه ساختگی بودند، یعنی که در درون خانه مال میفروختند. مال‌های خوراکباری هم میده چویده. برای دیگر مال‌ها، برای خریدن دیگر مال‌ها به مرکز ناحیه می‌رفتیم. درخت پیسته که می‌بینید در حولی مکتب جایگیر شده. ما نیز وقتی کافی می‌داشتیم ویدیوی خوب می‌گرفتیم ولی دوستانی ما در آن پلان ما را انتظارند که باید به خانه برگردیم. خوب نوار راه را هم به شما میگذاریم. اگر توانید به نوار گرفته راه را خوب تماشا کنید.
ای دادری زر خرید چی دادر باشد ای دادری زر خرید چی دادر باشد دنیا دنیا دنیای دنیای بی وفاست دلها دلها دلهای دلهای پر جفاست دنیا دنیا دنیای دنیای بی وفاست دلها دلها دلهای دلهای پر جفاست